سلام، خوش اومدید به قسمت اول آموزش نرم افزار VOS Viewer. توی این آموزش قراره یاد بگیریم چطور با کمک کتابسنجی و مصورسازی علمی بفهمیم توی یک حوزه علمی دقیقاً چه خبره. چه کسایی فعالن، چه موضوعاتی ترنده و کدوم پژوهش‌ها از همه مهمترن و تأثیرات بیشتری رو توی حوزه علمی خودشون به جا گذاشتن. توی این قسمت، یعنی قسمت اول، خیلی مختصر در مورد خود مصورسازی، ابزارهایی که داریم و در نهایت خود VOS Viewer صحبت می‌کنیم. اگر تا آخر این ویدیو با من همراه باشید، یک دید کلی و دقیق از کاری که قراره انجام بدیم پیدا می‌کنید. پس بریم سراغ اصل ماجرا. خب، اول از همه باید جواب یک سوال رو بدیم و اون سوال هم اینه که مصورسازی چیه و مثلا به چه دردی میخوره. خیلی ساده بخوام جواب این سوال رو بگم، مصورسازی یعنی تبدیل داده های پیچیده به نمودار، تصویر یا شبکه‌ای که بشه اونو راحت‌تر فهمیدش. مثلا فرض کنید 1000 تا مقاله داریم که کلی اطلاعات توش هست. حالا اگر بخوایم بفهمیم کدوم به کدوم چه ربطی داره یا موضوعهایی که هست تکراریه یا نه، خب خوندن تک تک اینها عملاً غیر ممکنه برای ما و بسیار وقت گیره. ولی اگر بیایم این اطلاعات رو به شکل یک نقشه یا شبکه تصویری نشونش بدیم، همه چیز واضح تر میشه. اینجاست که مصورسازی کمکمون میکنه داده ها رو ببینیم و بفهمیم، نه اینکه صرفا فقط بخونیمشون. در واقع یکی از اهداف نرم افزاری که ما میخوایم یاد بگیریم اینه که کمک میکنه به ما تا رابطه بین نویسنده ها، موضوع ها یا مقالات رو خیلی ساده تر پیدا بکنیم و مورد بررسی قرارشون بدیم. حالا برای مصورسازی ما ابزارهای در واقع مختلفی رو در اختیار داریم که ساده ترین ابزاری که میتونیم نام ببریم ازش نرم افزار اکسل هستش که برای کشیدن نمودارهای خطی و ستونی بسیار نرم افزار خوب و مناسبیه. ولی وقتی داده های ما زیاد میشه دیگه جواب نمیده یا خیلی واسه ما این نرم افزار وقتگیر میشه. نرم افزار بعدی نرم افزار گفی هستش، یک نرم افزار قدرتمندیه برای تحلیل شبکه‌های پیچیده. یک ظاهر حرفه‌ای داره ولی خب نصب و یادگیریش یک مقدار سخت و زمان بره و برای کارهای کتابسنجی خیلی نمیشه به عنوان یک نرم افزار تخصصی ازش استفاده کرد. نرم افزار بعدی پیجک شبیه به گفی هستش، برای تحلیل شبکه است. منتها مشکلی که داره محیطش یک مقدار قدیمی و کاربردپسند نیست، ولی دقت خیلی خوبی داره این نرم افزار. نرم افزار بعدی سایت و اسپیس هستش که بیشتر توی کارهای زیست شناسی کاربرد داره، ولی خب برای داده های کتاب سنجی هم میشه ازش استفاده کرد و خیلی گرافیک خوبی داره، ولی خب یک مقدار سنگینه. خلاصه این که هر کدوم از اینا یه خوبی دارن یه بدی دارن، ولی برای کتاب سنجی به اون صورتی که ما میخوایم یا زیادی پیچیده میشن یا زیادی ساده‌اند. اینجاست که VOS Viewer پاسخگوی نیاز ما توی حیطه مصورسازی محسوب میشه. اگر بخوام یک معرفی داشته باشیم به این نرم افزار، VOS Viewer یک نرم افزار تخصصی برای مصورسازی داده های کتاب سنجیه. یعنی مخصوص همون کاریه که ما میخوایم بکنیم، یعنی تحلیل روابط بین مقاله ها، نویسنده ها، کلیدواژه ها، نشریه ها و مؤسسه ها، پیدا کردن موضوعات جدید و جهتگیری یک رشته علمی و کارهایی که حالا تو طول مسیر با اونها آشنا میشیم. محیطش خیلی سبکه، نیازی به نصب پیچیده‌ای نداره و مهمتر از همه بسیار خروجی های حرفه‌ای و قابل فهمی رو تولید میکنه. یکی دیگه از پوانهای مثبتی که میشه در نظر گرفت اینه که اسکوپوس و وب آف ساینس و حالا پایگاه‌های معروفی مثل اینها، مثل پابمد،
یک سری خروجی هایی رو تولید میکنه و ما میتونیم ازش استخراج بکنیم و وارد این نرم افزار بکنیم که در واقع اون تحلیل هایی که مد نظرمون هست رو انجام بدیم که این تحلیل ها خیلی برای پایان نامه یا مقاله نویسی مفید هست. علاوه بر این که ما میتونیم از یک سری پایگاه های داده استفاده بکنیم، میتونیم از داده های محلی هم برای مصورسازی داخل این نرم افزار استفاده بکنیم. نرم افزار VOS Viewer نسبت به رقبا یا نرم افزارهایی که توی حیطه مصورسازی در حال فعالیت هستن یک سری نقاط قوتی رو داره که اگر بخوایم چند تا از این مزیت‌های اصلی رو نسبت به باقی نرم افزارها بگیم، اینه که اولا VOS Viewer خیلی کاربرپسنده. یعنی لازم نیست شما برنامه نویسی اصلا بلد باشی یا تنظیمات پیچیده ای رو بخوای انجام بدی داخل نرم افزار برای اینکه یک خروجی بهت بده. دوم این که مخصوص کتاب سنجیه، یعنی تمرکزش کاملا روی داده های علمی و پیدا کردن روابط بین اونهاست. مورد سوم، حجم فایل ها رو بسیار خوب میتونه مدیریت بکنی. یعنی اگر شما هزاران داده داشته باشید، قشنگ خوشه بندی و دسته بندی هاش رو انجام میده و خیلی راحت شما میتونید بین این خوشه ها، دسته بندی ها، اطلاعاتی که هست جابجا بشید و هیچ به اصطلاح گیجی واسه کاربر ایجاد نمیکنه. در کل اگر بخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم، اینه که خیلی راحت، سریع و دقیق کارهای کتاب سنجی رو VOS Viewer میتونه انجام بده و واقعا انتخاب خیلی خوبی میتونه باشه. اما حالا ممکنه که سوال پیش بیاد که این اصطلاح کتاب سنجی که ما به کار بردیم یعنی چی و اصلا موضوعش چیه؟ ببینید، کتاب سنجی یا بیبلومتریک یعنی بررسی و تحلیل اطلاعات مربوط به متون علمی مثل مقاله ها، پژوهش ها، نویسنده ها، ارجاعاتی که انجام شده، مجله و مؤسسه ها، کلیدواژه هایی که داخل این پژوهش ها استفاده شده. در واقع ما با کتاب سنجی میتونیم یه عالمه چیز از دنیای علم و پژوهش کشف بکنیم بدون اینکه خودمون لازم باشه همه اون مقالات رو بخونیم. یک سری کاربرد داره در واقع خود کتاب سنجی که برای مثال حالا این 5 تایی که اینجا ذکر شده میشه گفت یکی از پر اهمیت ترین کاربرد هاست. مورد اول، ما میفهمیم که چه موضوعاتی الان ترند یک حوزه علمی هستن و پررنگن و کجاها تحقیق زیاد شده و داره در واقع زیاد بهش توجه میشه. مورد بعدی در رابطه با نویسنده ها و محقق های اصلی یک حوزه است که خیلی راحت ما میتونیم با استفاده از این عمل انجامش بدیم. یعنی در واقع اون اشخاصی رو پیدا بکنیم که بیشترین تأثیر رو داشتن توی اون حوزه علمی خودشون یا مد نظرشون. میتونیم مجله های معتبر و تاثیرگذار رو توی اون زمینه شناسایی بکنیم. مورد 4، میتونیم بفهمیم چه مقاله هایی بیشتر از بقیه خونده شدن و استناد شدن، یعنی در واقع کدومشون از بقیه مهمترن. حتی میتونیم بفهمیم چه موضوعهایی برای تحقیق، چه موضوعاتی هنوز جا برای تحقیق کردن دارن و کمتر روشون کار شده. در واقع یعنی این که ما میتونیم شکاف پژوهشی رو هم پیدا بکنیم. حالا وقتی ما اینا رو توضیح میدیم شاید خیلی ملموس نباشه، ولی وقتی توی کار یک نقشه تصویری رو با نرم افزار VOS Viewer ایجاد کردیم و خروجی گرفتیم، خیلی واضح‌تر و جذاب‌تر میشه این بحث رو فهمید. خب اینم از قسمت اول. امیدوارم که یک دید خوبی از دنیای مصورسازی علمی و VOS Viewer پیدا کرده باشین. توی قسمت‌های بعدی ما میریم سراغ کارهای عملی تر. در واقع یاد میگیریم که
چطور خود نرم افزار دانلود و نصب کنیم، خروجی هایی رو از پایگاه های داده بگیریم و وارد نرم افزارش بکنیم. اگر دوست داشتید خوشحال میشم کانال رو دنبال بکنید، باقی ویدیوها رو ببینید. اگر سوالی داشتید حتما توی کامنت ها از من بپرسید. خدا نگهدار.